Ice cream for her birthday party. Legally, let go. Let go. Let go. You got a helping Brittany. این هفته خبر تو خبر داره براتون از بوفالوی ولایت که همچنان در حال پاچه‌خواری داماد قاتلشه و تو خالی بندی و چاخان بافی پوز باقی رقباش رو زده. به خاطری که رئیس جمهور ایران توی سازمان شانگهای هست، از این ور سوخت ایران به لبنان رسیده، این دیگه زمینه برای ادامه قدرت اروپا و آمریکا در لبنان باقی نمیگذارد. ببین عزیزان، یه سفر خارجی به این قیمت تموم بشه. خب وقتی بنا شد مردم با اخلاص بیان تو میدون، مسئولین ما هم با اخلاص بیان تو عرصه مدیریت، در هر قدمی که برمیدارن دشمنان خدا رو شکست میدن. احتمالاً اگه خود چینی ها هم خالی بندی های این بوفالو رو بشنون چشماشون از تعجب گرد میشه. بگذاریم از این که گرد کردن چشما تنها صنعتیه که چینی ها نمیتونن اون رو کپی کنن. البته خود آخوندان میدونن که از شانگهای و این حرفا آبی براشون گرم نمیشه و به همین خاطر به دکترای افتخاری تاجیکستان و این جنگولک بازی ها بسنده کردن. آقای رئیسی به طور افتخاری به عضویت هیئت علمی این دانشگاه هم در اومد. بسیار ارزشمنده و بسیار زیبایی. این ابرام دراکولا تنها مدرکی که توی عمرش دیده تصدیق کلاس ششمه. به همین خاطر از دیدن این لباس گلمنگولی و این مدرک باد آورده خیلی ذوق زده شده. احتمالاً خبر نداره که از این مدرک ها تو تاجیکستان ریخته و هر کی میره اونجا یه دونه مجانی بهش میدن. خلاصه این که این بزرقصوندنای رئیسی و شاباش دادنای پدرزنش آخر عاقبت نداره. حالا ببین ما کی گفتیم. این آبقوره گیر عمامه دارم به فرموده عظما هر تریبونی گیر میاره شروع میکنه به حلوا کردن رئیسی. هم رئیس جمهور عزیزمون هم وزراشون از روزی که سکان کشتی اجرایی کشور را به دست گرفتن آرام و قرار ندارن، روز و شب ندارن، سنگر به سنگر با مشکلات می جنگن و برای نجات کشور از این گرفتاری ها واقعا مجاهدانه در اجرای فرمان رهبری کم نمی گذارن. گشتن به دنبال یه وزیر جدی و پرکار توی کابینه آخوند رئیسی یه چیزی هنوز هیچی نشده. همه فهمیدن که وزرای کابینه رئیسی جز له زدن برای دوربین و مانورهای تبلیغاتی هیچ غلط دیگه‌ای نمیتونن بکنن. ببینید آش چقدر شور شده که مجری تیمیریش هم مجبور شده اون رو سوژه گفتگوش کنه. من فقط یه مسئله دارم، چرا بازدید سرزده میرن وزرا این همه دوربین باشون هست آقای دکتر؟ بازدید سرزده رو باید صدا و سیما این پایین زیرنویس کنه وزیر محترم سمت سرزده رفت فلانجا، تصویر داره آقای دکتر. نه ببینید هر وزیر که جایی میره بالاخره راهاتومی داره، افراد داره، اینا که مشکل نداره. اینطور خدا توصیه کنید نبرن این دوربینا رو با خودشون. مردم خیال میکنن او 6 ماه قبل هماهنگ شده برای اسمش هم گذاشتن بازدید سرزده. نه ببینید سرزده برای اون کسایی است که براشون وارد میشن. میدونم. یه نمونه از وزرای کابینه رئیسی این وزیر بهداشتشه که وقتی کل دنیا واکسیناسیون رو تموم کردن تازه یادش افتاده که وارد رقابت بشه.
این رو هم میخوام بگم که ما در همین مدت کوتاه امروزه رتبه دوم واکسیناسیون در هفته دنیا رو به دست آوردیم. این جماعت خالی بند اینقدر دست پاچه شدن که خودشون هم حواسشون نیست چی میگن. از یه طرف واکسیناسیون رو شبانه روزی کردن، از طرف دیگه تردد شبانه رو ممنوع کردن. گفتن که مردم قراره مراکز واکسیناسیون بعضیشون شبانه روزی عمل بکنن که حالا احوال واکسیناسیون بهتر از اینم بشه. خب خیلی ممنونیم، ما متشکریم از اینکه این اتفاق داره میفته، فقط منع تردده. یعنی ما الان بریم واکسن بزنیم جریمه میشیم، این دوتا چجوری با هم جمع میشه شما میدونی؟ دیگه بالاخره یه نبوغیه که وجود داره، ما نباید جلوی خلاقیت رو بگیریم. بالاخره دوستان یه خلاقیتی بالاخره به ذهنشون رسیده که ما باید 24 ساعته راه بندازیم، ولی به این فکر نکنن که چطور ممکنه که وقتی ما از ساعت 10 گفتیم که بیرون نیاد اینا با چی برن مثلا، یعنی آقا آبروی قانون رو نبرید. یه آخوندی هم پیدا شد که به واکسن اجباری معترض بود. تو این جمع افرادی هستن که مادراشون در اثر واکسن به رحمت خدا را بس بالا کنن. نگاه کنن، اینا خانواده‌ای بودن که مادرشون در اثر واکسن از دنیا رفت. واکسن برکت. آقای وزیر بهداشت، خواسته ما اینه که اجباری بودن واکسن را از روی ملت ایران مثل بقیه ملت‌های سراسر عالم بردارید. بله، الان دیگه همه مشکلات تو ایران حل شده، فقط مشکل واکسن اجباری مونده که اونم قراره به دست فرزندان حاج قاسم ترکیده حل بشه. ما میدونین ما فرزندان حاج قاسم سلیمانی هستیم. تکبیر. ما فقط حاج قاسم و دیانت حاج قاسم و سلامت حاج قاسم رو قبول داریم. ما تربیت یافتگان مذهب حاج قاسم سلیمانی هستیم. جواب همه این آخوندهای با عمامه و بی عمامه رو از زبون این کوچولوی بانمک بشنوید. با سلام و درود، توجه شما را به این بخش از اخبار جلب می‌کنم. وزیر بهداشت با ابراز خرسندی اعلام کرد در حالی که ایران در تلاش است از 8مین واکسن کرونای خود رونمایی کند، کشورهای اروپایی و امریکایی در ساخت حشره‌کش وامانده‌اند و دست نیاز به سوی ایران دراز کردند. و اما شمار قربانی‌های کرونا در ایران، شمار قربانیان روزانه به 1000% رسید، در صورتی که این آمار در کشورهای برای کفر از هر دقیقه 1000 نفر گذشت. مشروع اخبار، همه دنیا بدن، فقط ما خوبیم. تا درود دیگر، بدرود. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین سوتی رئیسی در تاجیکستان شروع میکنیم که بدبخت از روی متنم نمیتونه درست بخونه. جاده، کمربند، عینی بخشی، خودش هم نفهمید چی گفت. ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد. این از اون سوتیا بود که جا داشت سقف سالن به خاطرش بیاد پایین. البته بیسوادی توی نظام ولایت یه اپیدمیه. این یکی کارگزار نظام رو ببینید که خیر سرش مدیر عامله، اما فرق بین دعوا و دعوی رو نمیدونه. آقا اصل دعوی شما چیه؟ بله، ما دعوایی نداریم. من در دعوی نه دعوا. دعوی یعنی خواسته، یعنی آنچه که اعلام می‌فرمایید. بله، خدمتتون هست که ما وسط این همه بیسواد حداد قاطرم اومد توی تیوی ریش تا درباره درازآویز زینتی حرف بزنه.
ولی مثلا ما یه چیزی داریم به نام درازآویز و نمیدونم زینتی. نه این ما نگفتیم بابا. این اصلا وجود نداره. شما اصلا ما دیوانه ایم. نه ولی چی اولا ببینید وقت درازآویز زینتی این چیز بعدم اینقدر مسخره درازآویز یعنی چی؟ ببینید تخریب می‌خواستم بکنن دیگه. اصلا یه داستانی داره. مشنگ بعدی رئیس دفتر رئیسیه که ظاهرا از پای منقل عظما بلند شده اومده توی جلسه و مدام مشغول چرت زدنه. کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگهای به طراحی ساختارها و مکانیزم‌های مقابله جمعی با تحریم نیاز دارد. تحریم‌های یک جانبه تنها علیه یک کشور نیست. کسادی کاروبار آخوندا داره بد جوری کار دستشون میده. طرف منبر و روزه رو ول کرده اومده توی اینستاگرام تبلیغ عطر میکنه. امام صادق فرمود هر کسی که عطر بزنه و با اون عطر نمازی بخونه، هر یه رکعت نماز با عطر 70 برابر نماز بی عطر ثواب داره. حالا عطر از کجا بخریم؟ یه عده رفقای درجه یک دارن عطرای توپ و درجه یک تولید میکنن، عطرای ارگانیک زحمت میکشن تو چه بسته بندی هایی هم دارن. ببین کاتالوگ و همه توضیحاتی راجع به همین عطر دارن، اینم خود عطرش خیلی عالی. این جماعت آفتاب پرست برای پر کردن جیبای گشادشون هر روز به یه رنگ در میاد.